دوستان عزیز، پیش از ویدیو را آغاز کردن از زنها و از دختران التماس میکردم که موضوع امروزه امان درباره بدن مردها می باشد. دیدن یا ندیدن ویدیو را پیشکی آگاه کردیم. خوب می شود که نبینند. فکر میکنم که این موضوع بهر مردها فایده های زیاد دارد. اگر همه دیده برای سلامتیشان به فرق نباشد گویید، پس نوا را تا آخر تماشا کنید. مردی که با دست خودش را حرام میکند، یعنی که واضح‌تر که گویم شخصانی که سوخم میزنند، از این کارش به کدام بیماری گرفتار شدنش را بر شما خبر میدهیم. از جهت طب، سبب یکم، زیاد عرق کردن همان شخص به وجود می آید. چگونه باد و هوا نباشد هم، شخصی که با دست خود را حرام میکند و به این کار بسیار مشغول می شود، در کدام حالت آب و هوا نباشد هم عرق میکند، خواه سرد خواه گرمی. دوم، سبب بریختن موی سر می شود. سوم، استخوان آدم را باریک و سست می گرداند و همچنین به بیماری استخوان گرفتار می گردد. چهارم، خیال آدم را به غم پر می کند. در کدام حالت هم نباشد فکرش از غم بیرون نمی شود. پنجم، بسیارتر همان شخصان را عصبی می کند و هر دائم جهل و غضب همان شخص در نوک بینیش می ایستد. ششم، آدم را از نرمه اساسیش پست می کند. هفتم، نور چشم آدم را می گیرد. اگر با این کار آدم زیاد مشغول شود، با همسر خود یعنی با زن خود تا 40 سالگی می تواند که همخوابه شود و پس از 40 سالگی دیگر بیماری اش اوج می گیرد. این بود یک چند ضررهایی که با انسانی که با دست خودش را حرام می کند گرفتار می شود گفته گذاشتیم. بیایید اکنون از جهت دین اسلام می بینیم که چی کمبودی در حیات همین گونه شخص گرفتار می کند گفته می گذاریم. یکم، رزق آدم را کم می کند. در حدیث پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم چنین آمده است: همین گونه آدمان، یعنی شخصانی که با دست خود را حرام می کنند، در روز قیامت دستش حامله دار می شود و آدمان می دانند که این آدم در دنیا به همین کار مشغول می شود و بعداً شخصی که با همین کار بسیار مشغول می شود البته در لعنت خداوند گرفتار می شود. خودتان تصور کنید که شخصی که به لعنت خداوند گرفتار شد حالش چی می شود. خداوند از این حال و از چنین حادثه ها هر یک ما را و از چنین بیماری هایی که نمی توانیم، جوان هایی که نمی توانند از چنین کسلی، از چنین ویروس دست کشند، خداوند برای راست هر یک ما را هدایت کند. دوستان عزیز، هر آن چیزی که از جهت طب هست بر شما گذاشتیم. در این دنیا همگی هر کاری که کردیم فردا جوابش را میدهیم. جوانهایی که با دست خود را حرام میکنند، فراموش نکنید که شما به همین بیماری ها دچار میشوید و پس از 40 سالگی دیگر بیماری شما روز تا روز اوج میگردد. دیگر خود را بخشیده نمیتوانید. حالا هم فرصت هست، جوان هستید، قوی هستید، مستحکم هستید، پس از این کار حرام دست کشید. به فایده هر یکی شما هست. خداوند از هر یکی شما راضی باشد.